یوشینوری ایزوکا در انبار بسیار سرد در دانشگاه هوکایدوی ژاپن و در جستجوی پارچه یخی از تاجیکستان. امیدوار است با تحقیق ترکیب یک مشت یخ مانع از بین رفتن پیر یخ‌های جهان می شود. اون چی می‌بینید یخی است که بعد بارش برف و جمع شدن آن در منطقه کنچقرباشی تاجیکستان با وجود آمده است. قسمتی از آن آب شده دوباره یخ بسته است. این لوله یخ را از قله کوه در پامیر پرما کرده گرفتند که بخشی از یک تحقیق بین المللی است. هدف فهمیدن آن است که چرا پیر یخ‌های تاجیکستان برعکس دیگر گوشه‌های زمین به تغییر اقلیم مقاومت کرده آب نمی شوند. اطلاعات از گذشته خیلی مهم است. با درک سبب‌های جمع‌شوی منظم برف از گذشته تا امروز ما می‌توانیم بفهمیم که در آینده چی می‌شود و چرا حجم یخ زیاد شده است. از این رو ما می‌خواهیم با جمع‌آوری و تحلیل یخ‌های قدیمی به اطلاع تاریخی دست یابیم. در یک پژوهشی که به تازگی در مجله نیچر کلایمت چنج نشر شد آمده است اگر پیشراه تغییر اقلیم گرفتن نشود در 10 سالهای آینده هزاران پیر یخ از بین رفته تا آخر عصر تنها قسمی کمی آنها باقی میماند. اول همین سال ایزوکا و گروه دیگر عالمان به قله کنچقرباشی در کوههای پامیر و بلندی 5810 متر رفتند. اینجا یگانه منطقه کوهستانی در سیاره است که پیر یخ‌ها در آن نه تنها آب نمی‌شوند بلکه افزایش می‌یابند. این پدیده را عالمان انومالیای پامیر و قراقرم نامیدند. در نتیجه تغییر اقلیم پیر یخ‌های زمین به تدریج از بین می‌روند. مردم نگرانند که یخ‌های انتارکتیدا آب شده سطح بحر بالا می‌رود و جزیره‌ها زیر آب می‌مانند. اما در این منطقه خاص مخصوصاً در کوههای پامیر تاجیکستان یخ کم نمی‌شود، برعکس زیاد می‌شود. این یک واقعیت ثابت شده است. گروه عالمان از این پیر یخ 2 لوله 105 متری را پرما کرده گرفتند. یکی از آنها در مخزن زیرزمینی انتارکتیدا که به بنیاد آیس میموری تعلق دارد نگه داشته می شود. نمونه دوم را به دانشگاه هوکایدوی ژاپن آوردند. عالمان آن را می جویند که چرا طی 100 سال اخیر در این منطقه بارش زیاد شده است و چگونه پیر یخ به گرمی مقاومت می کند. بعضی ها این را به اقلیم سرد منطقه و یا زیاد شدن استفاده آب کشاورزی در پاکستان ربط می دهند که بخار زیاد می آفرد. هدف طرح ما معلوم کردن آن است که چرا در دوام تقریبا 100 سال اخیر بارشات زیاد شده است و این افزایش کی رخ داده است. بر علاوه به ما امکان می دهد بفهمیم که 10,000 سال پیش در این منطقه چگونه برف می بارید. این خیلی هیجان آور است. امیدوارم که ما یخ خیلی قدیمی رو پیدا خواهیم کرد. نتیجه این پژوهش سال آینده نشر می شوند و شاید کوههای پامیر توانند کلید نجات پیر یخ‌های سیاره از گرمشوی کره زمین بشوند.